وقت شما و بابا فهمیدین قرار دختر ناز مثل من داشته باشین چه احساسی داشتین؟ خب از اینکه قرار بود تو به جمع خانواده‌مون اضافه بشی خیلی خوشحال بودیم. شروع کردیم به برنامه‌ریزی و خرید برای شما. چرا همه این لباس اسباب بازی ها رو برای من خریده بودی؟ چون تو قلب منی دختر گلم. قبل از اینکه به دنیا بیای من همیشه تو رو تو این لباسا تصور می‌کردم. مامان ببین چقدر کوچولو بودم. آره عزیز دلم خیلی کوچولو و ناز بودی. اون روزای نوزادی تو هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. خوشحالم که برای تو خودمون ثبتش کردیم. مامان جون اولین تولدی که برای من گرفتین یادتونه؟ تولد 1 سالگی برای من و بابا خیلی مهم بود. واسه همینم همه تلاشمون رو کردیم به بهترین شکل برگزارش کنیم. معلومه منو خیلی دوست داشتینا. معلومه که خیلی دوستت داریم. تو همه زندگی من و بابایی.